مخاطبان گرامی، پیشروی وزارت خارجه نروژ هستم. امرای پارول که recognition of Taliban legitimation of terrorism و این چیز را کلان نشته کردیم و نشته کردیم حقوق زنان، حقوق بشری است. زیاد نفرای دیپلمات داخل رفتن، نمیفهم طالبان داخل است یا نه، اما هر کدام تا نسل و نشنال تئاتر نزدیک هستین، لطفاً بیاین یک جا همصدا شویم به خاطر مردم افغانستان، به خاطر زنان افغانستان و به آنیکن و یا وزیر خارجه بگویم که دیگه طالبان را سر پول ما و سر این چیز خواسته نمیتونه، به اسلو نروژ یا هر جای دیگه امرای طالبان تعامل نمیشه. ما علیه طالبان و اگینست طالبان استاد هستیم، همراهشان طالبان از ما نمایندگی نمیکنه. یک گروه تروریستی فاشیستی هستند که همه دنیا باید برشان نبگوید و از وطن ما هرچی زودتر و عاجل اخراج شود. تشکر.